سالاد اولویه رو خیلی راحت و آسون شیک تزیین کن. مدل اول، نون باگت رو با یه برش باز و با وردن صاف کنید. اولویه رو بریزید و پخش کنید. بعد رول کنید. لای سلفون بپیچید و 3 ساعت توی یخچال بذارید. سلفون رو جدا کنید و برش بزنید. هویج رو حلقه‌ای نازک کنید و کاتر گل بزنید. با کمی مایونز، جعفری، هویج و گوجه گیلاسی تزیین کنید. مدل دوم، وسط نون تست رو با لیوان گرد برش بزنید. بین 2 تا نون اولویه بزنید و مرتب کنید. با ذرت، نخود سبز و گوجه گیلاسی تزیین کنید. مدل سوم، اطراف نون تست رو جدا و 4 قسمت کنید. وسط 2 تا نون اولویه بزنید و مرتب کنید. روش یه لایه سس مایونز، بعد سس کچاپ بزنید و با سیخ چوبی طرح بندازید. همه رو داخل کپسول کاغذی بذارید. این 3 مدل دیزاین اولویه جون میده واسه تولد و مهمونی. با پلاسمک همیشه پذیرایی درجه 1.